سلام بیننده گرامی، من مومین احمدی هستم. سرخط خبرها از رادیو آزادی. پوتین دیگر باره با آشوبگران واگنر وعده عفو داد. امامعلی رحمان مردم را به سرجمعی دعوت کرد. مهاجران تاجیک گفتند ساختکاری کارفرما باعث اخراج آنها شده است. مقامات در پیدا کردن افرادی که معاون رئیسی آریان بانک را ربودند عاجز ماندند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک مراجعه تازه به مردم کشورش با آشوبگران گروه واگنر دیگر باره وعده عفو داد، ولی از رهبر گروه نام نبرد. پوتین در سخنرانی تلویزیونی در روز 26 میون گفت سرخریدان این گروه می توانند یا به صف نیروهای روسیه بپیوندند، به نزد عائله‌هایشان برگردند و یا به جمهوری بلاروس بروند. او هیچ اشاره به یوگنی پریگوژین رهبر 62 ساله واگنر نکرد که در گذشته از شریکان نزدیک خود ولادیمیر پوتین بود. عین زمان رئیس جمهوری روسیه گفت که آشوبگران به مردم کشورش خیانت کردند. چند ساعت پیش از این مراجعت یوگنی پریگوژین ضمن سخنرانی ثبت شده گفت روز 23 میون برای آن آشوب برداشت تا مانع پراکنده کردن گروه واگنر شود که به قول او جنگاوران بهترین در روسیه را دارد. گزارش مفصل را در این باره ساعت 16 به وقت مسکو و ساعت 18 به وقت دوشنبه در اخباری آزادی تماشا کنید. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام شادباشیش به مناسبت روز وحدت ملی مردم را دیگر باره به سرجمعی و امین نگه داشتن کشور از ناآرامی دعوت کرده است. در پیام امامعلی رحمان که دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 26 ایون نشر کرد آمده است تضادهای زمان معاصر، ظهور غایه‌های خطربار، رقابت‌های اطلاعاتی و خطرهای دیگر که طوفان جهانی شوی با خود می‌آورد ما را وادار می‌سازد که اندیشه مقدس وحدت ملی را به خاطر بقای دولت هرچه بیشتر گسترش بخشیم. روز وحدت ملی در تاجیکستان را به خاطر آن جشن می‌گیرند که 27 ایون سال 1997 طرف‌های درگیر در جنگ داخلی تاجیکستان، حکومت و اتحاد مخالفین با امضای سازشنامه صلح به جنگ خرابی‌آور 5 ساله شهروندی خاتمه دادند. اما با گذشت 10 ساله‌ها از آن روز حکومت امامعلی رحمان مخالفان دولت را از صحنه راند و سالهای اخیر برای تحمل نکردن دیگراندیشی به اعتنایی به حقوق انسان تنقید می شود. مقامات تاجیکستان هنوز نشانی از شهرت اسمت اللهیف معاون اول رئیسی آریان بانک را پیدا نکردند. بانکدار تاجیک را شب 23 میون از نزد منزل زیستش 4 نفر ناشناس ربودند. منابع رادیو آزادی میگویند 4 نفر در سر نقاب داشتند و چهرهشان در کامراهای نظارتی نمایان نیست. افرادی که نوار کامراهای نظارتی را دیدند بر رادیو آزادی گفتند که لحظه ربودن آنها به شهرت اسمت اللهیف شهادتنامه را نشان می‌دهند و از دستانش گرفته به ماشین سوار می‌کنند. وزارت کارهای داخلی روزی گذشته گفت اگر کسی در پیدا کردن بانکدار تاجیک کمک کند $30,000 جایزه می‌گیرد. شهرت اسمت اللهیف 49 ساله از افراد نزدیک حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک و دادر عروس امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است. یک ارزیابی تازه نشان داده است که در تاجیکستان هنوز هم مکتب‌های زیاد به هزاران معلم احتیاج دارند. نشریه جمهوریت منبع رسمی حکومت تاجیکستان در یک مقاله با تکیه به آمار اگنتی نظارت در ساحه معارف نوشته است که تا 1 اکتبر سال 2022 در مکتب‌های تاجیکستان بیشتر از 3500 آموزگار نمی‌رسیده است که به معنی تلف یافتن وقت کودکان و دانش کافی نگرفتن آنهاست. بر اساس آمار دیگر در 3 سال گذشته تعداد آموزگاران در مؤسسه‌های تعلیمی بیش از 4000 نفر کم شده است. در این مقاله گفته شده است که بنابر نارسایی آموزگاران، مکتب‌ها دانشجویان و آموزگاران کم تجربه را به کار گرفتند که سبب پایین رفتن دانش نورسان و جوانان شده است.
گروهی از مهاجران بازداشت شده شهری ولادیمیر روسیه میگویند که ساخته‌کاری کارفرما سبب قرار دادگاه برای اخراج آنها از روسیه شده است. آنها با ارسال ویدیویی گفتند که در این بازداشتگاه 43 مهاجر تاجیک نگهداری می شود که ماه اپریل امسال بازداشت شدند. آنها میگویند پتنت یا اجازت کار داشتند و همه سندهایشان درست بود، ولی کارفرمای روسی که آنها را کار می‌فرماند اجازه جلب مهاجران به کار را نداشته است. مهاجران در نواری که روزی 26 میلیون بر رد آزادی روان کردند شرایط بازداشتگاه را نشان دادند و گفتند 3 ماه باز هیچ نیست که اخراجشان کنند. سفارت تاجیکستان تاکنون موضوع را شرح نداده است. ارزش روبل روزی 26 میلیون در برابر دلار آمریکایی و یورو به شدت پایان رفت و این تمایل را عاقبت آشوب گروهی زرخریدان واگنر بر رهبری یوگنی پریگوژین می‌دانند. صبح 26 میلیون یک دلار آمریکایی تقریباً 87 روبل ارزش داشت که 2.1% ارزانتر از ماه مارس سال 2022 است. قرب روبل همچنین در برابر یورو 2.2% پایین‌تر آمد و یک یورو تقریباً با 95 روبل عوض می‌شد. و در پایان برنامه قربی اسعار را پررا می‌گوییم. بانک ملی تاجیکستان برای روز 27 میلیون قربی 1000 روبل روسی را 124 سامانی، یک دلار آمریکایی را 10 سامانی و 91 دیرم و یک یورو را 11 سامانی و 88 دیرم مقرر کرده است. معمولا قربی اسعار در بانک‌های تجارتی اندک فرق می‌کند. با همین برنامه ما به پایان رسید. شما را 4 ساعت پس ساعت 18 به وقت دوشنبه و 16 به وقت مسکو در برنامه اخباری آزادی انتظار